من یک دو سال زیادتر روزای پایتر هم داشتم به غرض روزهای عید. همین رو همین پیش از رمضان فهمیدم که پایتر هم نادرست است، این مکروه است. همین چی می شود میخواستم فهم. نه، اگر روزای عید روزه نداشته باشید، روزتان روزه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا صام من صام الابد. روزه نداشته است آن آدمی که به پرگی روزه داشته است. مثلا از رمضان یک روز پیش، بعد رمضان روز عید است، این روزا روزه خوردن حتمی هست. پیش از رمضان خیر اگر عادتی روزه داشته باشید معلی اجازت است، لیکن بعد رمضان روز عید حرام است. روز عید قربان حرام است. روزهای ایام تشریق مکروه است. ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله. ایام تشریق ایام خوردن و نوشیدن و ذکر الله است. یعنی بعد قربانی، روز عید قربانی و 3 روز بعد آن روزهای گوشت خوری هست. یعنی جایی که الله تعالی اجازت داده است باید اونجا خورید برادر. الله تعالی دوست می‌دارد که رخصتاش هم پیروی کرده شد، خیلی که عزائمش یعنی امرهاش اجرا میشد، رخصتاش هم باید اجرا شود. الله تعالی وقتی رخصت میدهد یعنی اون رخصت‌های اجرا کردن. برای بهترین روزه داوود علیه السلام است. یه روز روزه می‌داشتن، یه روز روزه می‌خوردن. وقتی که صحابه گفت که یا رسول الله من از اینم بهترش میتونم، یعنی گفتم که روزه داوود داره، یه روز روزه می‌داشت، یه روز روزه می‌خورد. من از اینم بهترش میتونم. گفتم که از این بهترش نیست. بنابراین خوب است که یه روز روزه دارید یا یه روز روزه خورید، یا اینکه مثلا دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه روزه دارید و جمعه، شنبه، یک شنبه خورید. همین خیلی روزه دارید. خیلی با پرگی روزه ندارید برادر. برای جور نفستون، برای همسرتون، برای دیگرها هم جور نکنید.